کرمل رسما خبر هفته آینده با سفر رسمی به مسکو تشریف آوردن پرزیدنت تاجیکستان را تصدیق کرد. دیمیتری پسکوف روز 16 نوامبر سال 2023 در پاسخ به سوال ژورنالیستان در بریفینگ گفت بله، در حقیقت در هفته آینده سفر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به مسکو برنامه‌ریزی شده است. او درباره برنامه این سفر معلومات دیگر نداد. قبلا عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان به ژورنالیستان خبر داد که امامعلی رحمان روزهای 21-22 نوامبر با سفر رسمی از مسکو بازدید میکند. به گفته او در جریان این سفر ملاقات یک به یک امامعلی رحمان با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، همچنین مذاکرات هیئت‌های رسمی دو کشور برگزار شده. بر اساس نتیجه های این مذاکرات ها امضای سندها نیز پیش بینی شده است. درباره اینکه چه سند و سازشنامه های قرار است بین روسیه و تاجیکستان امضا شود چیزی گفته نشده است. روسیه یکی از شریکان مهم و استراتژیکی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2022 حجم تجارت بین دو کشور قریب 24% افزوده به 1.7 میلیارد دلار نزدیک شد. دوشنبه و مسکو می خواهند در سال 2023 این نشان دهنده ها را به 2 میلیارد دلار برسانند. عامل دیگری مهم در روابط تاجیکستان و روسیه بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان یا تقریبا چورک تمام اهالی قابل کار این کشور است که هر سال برای تامین زندگی خانواده‌های خود به روسیه به مردکاری میروند. پولهایی که مهاجران تاجیک از روسیه میفرستند سالانه از 2 تا 4 میلیارد دلار را تشکیل میدهند. یک منبع اساسی تامین زندگی اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان باقی میماند. اما وقتهای آخر از جمله به دلیل فشار جنگ میانشکن روسیه به ضد اوکراین در روسیه فشارها بالای مهاجران خارجی از جمله بالای مهاجران تاجیک افزوده است. در دهها منطقه روسیه مهاجران را از حق کار در بسیاری از ساحه‌های نسبتاً پردرآمد اقتصادی روسیه به مثل سفت و مسافرکشانی و مثال این محروم کرده ایستادند. جنگ ضد اوکراین نه فقط روسیه بلکه خود پوتین نیز در انزوای بین المللی قرار داده است و ملاقات و مذاکرات او تقریبا 2 سال اخیر تنها با دیدارها با رهبران برخی از کشورهای شوروی سابق و قاره افریقا و خطای که پوتین اخیراً از پایتخت این کشور بازدید کرد محدود شده است. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان همچنین به ژورنالیستان خبر داد که در پی سفر رسمیش به مسکو امامعلی رحمان با اشتراک در سامیت سران کشورهای عضو اودکبه راهی مینسک می شود. قرار است روز 23 نوامبر در مینسک تحت رئاست پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو جلسه شورای اودکبه دایر شود. در این سامیت پوتین نیز اشتراک می کند.